لباساشو در آورد. با یه تاپ و شلوارک نشست کنارم. نزدیک همدیگه که شدیم مثل آهنربا جذب هم شدیم. بغلش کردم. سلام، به کانال داستان‌های پنهان خوش اومدید. اسم من حمیده، 36 ساله، متأهل و شغلم آزاد هستش. این ماجرا که براتون تعریف میکنم چند سال پیش اتفاق افتاد. خانم من اسمش نازیلا هست و 2 سال از من کوچیکتر و خانه داره. یه مغازه خدماتی دارم یه جای وسط شهر برای کارهای خدماتی که انجام میدم. کارهایی مثل گارانتی و سرویس و تعمیر. شاگرد داشتم که سربازی رفت و دست‌تنهایی سخت بود، چون مجبور می شدم مغازه رو ببندم و برم برای انجام کار و خب مشکلات بسته بودن مغازه شامل پریدن مشتری و ضرر عدم فروش لوازم جانبی و غیره می شد. فکرم درگیر بود که دنبال یه شاگرد جدید باشم، اما شاگرد داشتن هم درد سرای خودشو داشت، مثل بیمه و حقوق و غیره. به فکرم اومد با نازیلا همسرم صحبت کنم، بیاد کمک حالم باشه. شب شد و رفتم خونه. مثل همیشه بوی غذای نازیلا توی ساختمون پیچیده بود. در رو باز کردم و مثل همیشه نازیلا به استقبالم اومد. وسایلی که برای خونه خریده بودم رو ازم گرفت و رفت سمت آشپزخونه. خلاصه شام رو خوردیم و بعد شام تصمیمم رو با نازیلا در میان گذاشتم که تا وقتی شاگرد پیدا نکردم نازیلا بیاد مغازه، در حد باز بودن مغازه کمک حالم باشه. نازیلا از تصمیمم استقبال کرد و قرار شد از فردا بیاد مغازه. چند وقتی اینجور با هم مشغول بودیم و خب بهتر از نبودن هیچ کسی بود و حقوق هم لازم نبود بدم. اما امورات خونه عقب می افتاد، چون نازیلا بیشتر اوقات پیش من بود و گاهی مجبور بودیم ظهرها واسه نهار یا شبها برای شام از یه تهیه غذا توی همون خیابون غذا بخریم و با نازیلا بخوریم. همیشه نازیلا میرفت نهار یا شام میخرید. تهیه غذا نزدیک مغازه من بود، اما غذا خریدن نازیلا طول میکشید. یه روز یه خانم اومد مغازه و بعد ازم خواست برای تعمیر وسایل برم منزلشون. اسمش راضیه بود و اصرار داشت که فلان ساعت حتما بیاین که خونه باشم. نازیلا با دیدن زن رنگش پرید و دیدم دستاش داشت میلرزید. تعجب کردم. راضیه خانم شماره‌شو داد و قرار شد حوالی عصر برم منزلشون. بعد رفتن راضیه خانم از نازیلا پرسیدم که چرا رنگت پریده؟ چرا دستات داشت میلرزید؟ گفت عادت ماهانم شده و حالم خوب نیست. بهش گفتم برو خونه چند روز استراحت کن. عصر شد. سر ساعتی که راضیه خانم گفته بود رفتم خونه‌شون. شوهرش خونه نبود و الکی 1-2 از وسیله‌های خونه‌شون رو نشونم داد و گفت برام سرویس کنید. فهمیدم سر کاریه و بهش گفتم که این وسیله ها فعلا کار میکنن و نیاز به سرویس ندارن. اما راضیه خانم اصرار کرد و من قبول کردم. بهم گفت شماره منو که دارین، اگه فلان ارگان کاری داشتین من در خدمتم. تعجب کردم. حس کردم خواست چیزی بگه ولی حرفش رو نزد. کار یه وسیله هاشو تموم کردم و بعد با گوشی حق سرویس رو برام پرداخت کرد. ذهنم درگیر این موضوع بود تا رسیدم خونه. دیدم نازیلا خونه نیست. زنگ زدم بهش، جواب نداد. نگرانش شدم که یهو پیامکش اومد که عزیزم دارم میام. تعجب کردم که چطور میشه نمیتونه تلفنمو جواب بده اما میتونه پیامک بفرسته. خلاصه نازیلا 1 ساعت بعد اومد. دیدم حالش نسبت به عصر خیلی بهتر شده. غذا خریده بود، از همون تهیه غذای کنار
مغازه. شک کردم بهش و گفتم نازیلا تو که ظهر حال نداشتی اومدی خونه، چطور بعدش با اون درد و بیحالی رفتی تا نزدیک مغازه و تهیه غذا و شام خریدی؟ گفت اومدم خونه و استراحت کردم، بعد خواستم بیام پیشت، اومدم دم در مغازه اما دیدم نیستی. گفتم خب تا اینجا که اومدم بذار شام رو هم بخرم. دیگه ازش نپرسیدم که چرا تلفنمو جواب ندادی و پیامک زدی. خیلی به نازیلا شک کردم. حس کردم موضوع عادت ماهانش هم دروغه. شب موقع خواب بهش گفتم بیا امشب با هم باشیم. بلا فاصله که قبول کرد دوزاریم افتاد که نازیلا قضیه عادت ماهانش رو به هم دروغ گفته. بهش دست نزدم و نازیلا هم شاکی شد که چرا اینطوری کردی. منم قضیه رو بهش نگفتم. حالم بد شد. نتونستم تا صبح بخوابم. شکم داشت دوچندان می شد تا نازیلا خوابید. گوشیشو برداشتم و چک کردم. دیدم نه پیامی هست نه تماسی. گفتم شاید من اشتباه می کنم. صبح شد و برام پیامک اومد. گوشیمو برداشتم دیدم راضیه خانم، مشتری دیروزی. سلام و صبح بخیر گفته بود. جوابش رو دادم و بهش گفتم امری باشه در خدمتم. گفت نه، همینطوری خواستم حالتو بپرسم. گفتم خیلی ممنون، ولی تا به حال ندیدم مشتری حال ما رو بپرسه. گفت خب این مشتری فرق داره و از این به بعد میپرسه. از فردای اون روز رابطمون گرمتر شد و یه جورایی دوست شدیم. من خیلی مراقب بودم چون قضیه بدجور بودار بود. یه زن متأهل اومده شماره داده، منو کشونده برده خونه خودشو، کار خاصی هم نداشته. فکرم داغون بود، داغون تر شد. تصور کردم شاید نقشه داره یا شاید از من خوشش اومده یا قصد دیگه داره. ولی پیش خودم گفتم من که بچه نیستم و دیدم کار داره به جای خطری میرسه، بهش میگم مزاحم نشو، دیگه جوابشو نمیدم. حدود 2 هفته در حد چت و سلام و احوال پرسی دوستی کردیم. در این بین هم حواسم شدیداً جمع نازیلا بود. یعنی تمام حرکاتش رو زیر نظر داشتم. مدتی که مغازه بود زیاد تو گوشی بود. سرمو میگرفتم سمت گوشی ولی صفحه گوشیش رو میبست. یک روز راضیه خانم به هم گفت من باید ببینمت. گفتم برای چی؟ گفت کار دارم باهات و دوست دارم بیشتر آشنا بشیم. هم ترسیدم هم کنجکاو شدم که اون چه فکری توی سرش داره. باهاش یه ساعتی کافی شاپ یه جای دیگه شهر قرار گذاشتم و با هم نیم ساعتی حرف زدیم. بهش نمی اومد شهر باشه یا تیغ زن باشه. مشخص بود آبرو، حیثیت و حریم همه چیز حالیش هست. ازم خواست یه روز بریم یه جایی مثل خونهشون یا خونه ما، ولی جایی که امن باشه و استرس نداشته باشه تا بتونه راحت حرف بزنه. با اینکه نگران بودم قبول کردم و قرار شد 2 روز بعد ساعت 1:30 که نازیلا میره غذا بخره منم راضیه رو ببرم خونه تا ببینم دردش چیه. خیلی استرس داشتم. کم کم مطمئن می شدم که نقشه ای توی سرشه و میخواد رابطمون بره به سمت رابطه جنسی. روز موعود فرا رسید و زنگ در خونمون به صدا در اومد. در رو وا کردم و دیدم بله راضیه خانم هستن با یه آرایش غلیظ که انگار میخواد بره عروسی. خونمون یه ساعتی پیش هم بودیم. زن نازی بود و اندام توپل و توپری داشت. به هم گفت که دوست داره درد و دل کنه و از من خوشش اومده و با شوهرش به مشکل برخورده و خانواده درست حسابی نداره. پدر و مادرش فوت شدن و خواهر و برادری هم نداره. ارثیه خوبی بهش رسیده بود. گفت تنهام و شوهرم اهل خلافه و به هم خیانت میکنه.
نیم ساعتی که حرف زدیم گریه کرد و گفت گرممه. پا شد لباساشو در آورد. با یه تاپ و شلوارک نشست کنارم. نزدیک همدیگه که شدیم مثل آهنربا جذب هم شدیم. بغلش کردم. تو بغلم که بود چشمم افتاد به لباسای نازیلا. نازیلایی که به خاطر من داره تو کارای مردونه تو شهر پر از گرگ با من کار میکنه تا من شاگرد نگیرم و پول اضافی خرج نکنیم. یه لحظه انگار برق گرفت منو. راضیه رو پرت کردم اون و پا شدم وایسادم. راضیه پرسید چی شد حمید؟ گفتم هیچ، پاشو برو. گفت چرا؟ ما که میخواستیم لذت ببریم و با هم باشیم. گفتم من نمیتونم به نازیلا خیانت کنم. بهم گفت آقا حمید میخوام یه چیزایی بهت بگم ولی جون عزیزات قول بده که شر درست نکنی. قلبم داشت تو دهنم میزد. این زن مرموز کیه؟ میخواد چی بگه؟ قسمم داد که اگه کاری کردی شر شد منم خودمو میکشم و تو وصیت‌نامه مینویسم که رفتم خونه حمید و حمید بهم تجاوز کرد. واقعیتش ترسیدم از آبروم و گفتم چشم، نگران نباش. گفت راستش شوهر من مصطفی با خانومت نازیلا دوست شدن و زمانی که خانومت نازیلا برای خرید غذا میرفته تهیه غذا مخ همدیگر رو زدن و آمار دارم که رابطه جنسی هم دارن. یه لحظه خون جلوی چشمام رو گرفت. خیلی از راضیه و نازیلا بدم اومد. حالم بد بود، خیلی بد. باور نکردم. راضیه فیلم دوربین مداربسته دفتر شوهرشو به هم نشون داد. بله، نازیلا بود. لخت مادرزاد. خیلی سخت زن تو با مرد غریبه در حال رابطه ببینی. مخم سود کشید ولی واقعیت تلخ بود، خیلی تلخ. راضیه هر جور بود منو آروم کرد. قرار شد که فعلا چیزی به روم نیارم تا خودش به هم آمار شوهرش رو با نازیلا بده. راضیه گاهی عکس از نازیلا و بدنش میفرستاد و میگفت اینا رو زنت فرستاده برای شوهرم. از نازیلا متنفر بودم. خیلی ذهنم درگیر این اتفاقات بود. مریض شده بودم. به نازیلا گفتم دیگه نیا مغازه. رابطمون خیلی سرد شده بود. خیلی سرد. افسرده شده بودم و یک روز زندگی برای من برای همیشه تموم شد. روزی که موبایلم زنگ خورد و همسایمون گفت بیا خونه زنت رو با مرد غریبه گرفتن. بیهوش شدم. نفهمیدم چی شد. چشمم رو باز کردم دیدم تو بیمارستانم. همسایه های مغازم بودن کنارم. همشون جریان رو فهمیده بودن. نمیتونستم بهشون نگاه کنم. فقط میدونستم باید الان از اینجا برم. سرمم رو کندم و زدم بیرون. در بست گرفتم رفتم خونه. همسایه هامون گفتن بردنشون کلانتری محل. کار خیلی بزرگ شده بود و آبرویی برام نمونده بود. رفتم کلانتری و خودم رو معرفی کردم. صحبت کردیم، جریان رو به هم گفتن و منم گفتم میدونستم و به خاطر آبروم کاری از دستم بر نمی اومد. گفتن احتمالاً زنت به خاطر این کار اعدام میشه. نمیخواستم اعدام بشه، نمیخواستم حتی شلاق بخوره. طلاق غیابی دادم. چون خیانتش محرز بود خیلی راحت طلاقش دادم. مغازه و خونه رو فروختم و از آتیش چشم همسایه ها و مردم فرار کردم به شهر کوچیکتر. 2-3 ماه گذشته بود و منم مغازه جدید تو همین شهر گرفته بودم که دیدم موبایلم زنگ خورد. برداشتم دیدم راضیه است. اولش گفت قطع نکن کار واجبی دارم. گفتم بفرما. گفت زن تو و شوهرم و هر دو رو کشتم.
الان جلوی من دراز کشیدن، اما دیگه جون ندارن. دیوانه‌وار خندید و تلفن رو قطع کرد. حالم باز بد شد. نمیدونستم چیکار باید بکنم. هم خوشحال بودم هم ناراحت. هرچی نباشه زنم بوده یه زمانی. با هم زندگی میکردیم. روزهای خوشی داشتیم. ولی خلاصه 1 ساعتی گذشت و زنگ زدم به یکی از دوستام که باهاش در ارتباط بودم تو شهر خودمون. قضیه رو پرس‌وجو کردم. گفت بله، زن مصطفی توی تهیه غذا هم نازیلا رو کشت هم مصطفی رو. یه مدت مریض بودم. افسردگی حادی گرفته بودم. تو بیمارستان اعصاب و روان بستری شدم. 2-3 ماه بعد دکتر روانپزشک گفت میتونی مرخص بشی، اما هفته ای 1 جلسه باید بیایی مطب و با هم صحبت کنیم تا حالت عصبی بهت دست نده. الان از این موضوع 3 سال میگذره و تا 1 سال قبل پیش روانپزشک میرفتم، اما 1 سالی هست با یک خانومی آشنا شدم و قصدمون ازدواجه. نمیشه تنهایی زندگی کرد. امیدوارم این سری بلای بدی سرم نیاد و خوشبخت بشم. خیلی ممنون که تا اینجای داستان همراه ما بودید. اگر از داستانهای ما لذت میبرید حتما کانال داستانهای پنهان رو سابسکرایب کنید.